یه بخش کوتاهی راجع به استادیوم آزادی داریم، بعد میریم تبریز. آقای سیدرضا مهدوی، امیر محمد داوودزاده، امیررضا آشورمحالی و ناصر همرنگ. این پنالتی بود یا نه؟ آقای جهانبازی گفتن پنالتی درست بود. آقای خسروی رو بچه‌ها من ندیدم. امین جان پشتوار پنالتی نظر آقای رضا سخندان. اینم زرنگی مهاجم مسعود ظاهر کاظمی که واقعا روی سرعتش حساب میکنه. متی تارتا پارسال هم خوب بود. آقای خسروی میگن پنالتی بود. حسین مرادمند اینجا پنالتی رو داد. چرا؟ چون مهاجم ساب کرد پای لحظه آخری زد و ریباند توپ رو حسین مرادمند دفع کرد. این خیلی هم خوب دفع کرد چون داشت گل میشد بعد اینکه سید گرفت. بریم بعدی. خطا رو اکبر منادی که نمیدونم چرا با دست نمیگیره این توپا رو. یه توپ دیگه که داشت 100% گل میشد، همون گل خالی که مرداد محمدی زد و دفاع گرفت، اون اصلا با دست جمع نکرد و اشتباه عجیب غریبی بود. خطا رو گلر. بریم بعدی. آقای تارتار هم داشت خودشو میکش که اینا رو با دست جمع کن. پنالتی نه. آقای خسروی. ادامه بازی اینو ببینیم. سخته این. حسین مرادمند گیر میکنه بین آرمان اکوان و پیمان رنجبری. 3 تا کارشناس هم گفتن ادامه بازی. خطای سفید سر این توپ خیلی اعتراض شد. اگه خطا شده خطای سفید بوده. خطای آبی گرفت اینجا. خطای بازیکن ملوان بود، اشتباه کرد. هردانی میاد توپو ور میداره. اگه خطا بود خطای سفید. این یکی چی آفساید بود؟ آفساید نبود. اوه مجید عیدی خوبم بازی کرد تو دفاع راست، داره میره کمک داور خودش دوم تو آفسایده. اگه نگاه کنید به خاطر همین اشتباه میکنه. ادامه بازی. اینجا چی؟ اشتباه یا نه؟ خطا رو اکرم مرادی گفتن خطا بود. همین رو گفت به جان بچه‌م. حسام بچه داشت چه کردی؟ 2 سالش. خطا بود و نگرفت داورینا. بریم بعدی. آره دیگه برخورد داشت تو 6. آها اینم بحثا. میگن کورنری که سارا گل زد اصلا کورنر نبود، مرداد محمدی توپ زده بود. آقای خسروی میگه زاویه که ما داریم فقط میتونیم نظر داور رو تایید بکنیم. آقای مهدوی خودش میگفت که توپ کشیده، من نزدیک بودم. 100 میگن توپ کشیده به پای بازیکن ملوان، ولی این تصویر خیلی کمک نمیکنه. ما اگه یه دوربین ریورس اون ور دوربین معکوس داشتیم اینجا کمکمون میکرد که نداریم و احترام میذاریم به نظر داور. 3 تا کارشناس هم همین رو گفتن. توپ خیلی سخت. خود آقای مهدوی هم من جویا شدم مطمئن میگفت توپ کشیده به پای بازیکن ملوان و کورنر درست بود. همین توپ هم گل شد.